گزارش میدانی از حملات و وضعیت امنیتی در چند شهر. یکشنبه 24 اسفند. از ساعتی پیش گزارش‌هایی از شهرهای مختلف درباره شنیده شدن صدای انفجار، فعال شدن پدافند و برقراری ایست‌های بازرسی منتشر شده است. این گزارش‌ها بر اساس روایت‌های میدانی شهروندان جمع‌آوری شده است. تهران از حدود ساعت 21:50 تا 22:50 دست کم 15 صدای انفجار در مناطق غربی تهران شنیده شده است. برخی شهروندان میگویند شدت انفجارها نسبتاً کمتر بوده و احتمالاً به حملات پهپادی مربوط بوده است. همزمان پدافند هوایی در چند نقطه تهران فعال شده است. در مرکز تهران نیز در محدوده میدان توحید و خیابان آزادی صدای انفجار و فعالیت پدافند گزارش شده است. در مناطق امیرآباد و یوسف آباد نیز حوالی ساعت 22:27 شلیک پدافند مشاهده شده و تصاویر آن توسط شهروندان منتشر شده است. در محدوده گیشا نیز شهروندان از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند خبر دادند. کرمانشاه بر اساس گزارش‌های رسیده پادگان امام حسن واقع در جاده 22 کرمانشاه هدف حمله قرار گرفته است. هنوز جزئیات بیشتری از میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است. تبریز حدود ساعت 22:50 2 صدای انفجار در شهر تبریز شنیده شده است. به گفته شهروندان انفجار دوم بسیار سنگین بوده و موجب ایجاد ترس و نگرانی در میان ساکنان شده است. خرمشهر گزارش‌هایی از وقوع حملات هوایی در خرمشهر منتشر شده است. گفته می شود این حملات توسط ارتش اسرائیل و ایالات متحده انجام شده است. اما هنوز جزئیات رسمی از اهداف یا خسارات منتشر نشده است. استان فارس گزارش‌هایی از حمله به پاسگاه پلیس راه در مسیر فسا به شیراز منتشر شده است. این پاسگاه در جاده نیروگاه شیراز و کنارگذر 65 قرار دارد. با وجود این حمله عبور خودروها در مسیر ادامه داشته است. همچنین گزارش شده که تپه موشکی 56 یونس در منطقه سربستان استان فارس چند روز پیش هدف حمله قرار گرفته است. وضعیت امنیتی و ایستهای بازرسی تهران. در نقاط مختلف شهر ایستهای بازرسی متعددی برقرار شده است. در ابتدای جاده چهارراه و ورودی جاده چهارروس ایست بازرسی ایجاد شده و خودروها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در پیشوای ورامین نیز کنار پمپ بنزین ایست بازرسی برقرار شده است. در ابتدای خیابان سیمتری جی یا بختیاری و خیابان‌های 16 متری امیری پس از ساعت 17 ایست بازرسی برقرار می شود. در محدوده قبل از افسریه و زیر پل امام علی نیز ایست بازرسی برقرار است. در میدان محسنی و بالای خیابان جردن نیروهای امنیتی مستقر شدند. ساعت 20 در ضلع‌های شمالی، جنوبی و شرقی میدان ولیعصر نیز ایست‌های بازرسی با حضور خودروهای ضد شورش برقرار بوده است. در خیابان آیت الله کاشانی نزدیک مسجد نظام مافی ایست بازرسی موجب ایجاد ترافیک شده است. استان گلستان گزارش‌ها حاکی از برقراری ایست‌های بازرسی متعدد در نقاط مختلف این استان است. اهواز استان خوزستان در پادادشهر زیر پل هاشمی ایست بازرسی برقرار شده است. در اتوبان بهبهانی و تقاطع خیابان امام نیز ایست بازرسی شبانه گزارش شده است. در خروجی پل سفید روبروی فرمانداری نیز ایست بازرسی برقرار شده است. این گزارش بر اساس اطلاعات و روایت‌های میدانی شهروندان در ساعات اخیر جمع‌آوری شده و ممکن است با انتشار اطلاعات جدید تکمیل شود. تعطیلی فعالیت شبکه الجزیره در اقلیم کردستان عراق. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اقلیم کردستان عراق فعالیت شبکه الجزیره قطر را در این منطقه متوقف کرده و خبرنگار این شبکه نیز از اقلیم اخراج شده است.
این اقدام پس از انتشار تصاویری از برخی مناطق امنیتی و به دلیل آنچه نقض قوانین خبررسانی در شرایط جنگی عنوان شده انجام شده است. مقام‌های اقلیم کردستان اعلام کردند که انتشار تصاویر از مناطق حساس و امنیتی بدون رعایت ضوابط رسانه‌ای و قوانین مربوط به پوشش خبری در زمان جنگ دلیل اصلی این تصمیم بوده است. به گفته منابع محلی، پس از بررسی این تخلفات، مجوز فعالیت این شبکه در اقلیم لغو و خبرنگار آن نیز از منطقه اخراج شده است. برخی منابع رسانه‌ای در اقلیم کردستان نیز از این شبکه به دلیل انتشار آنچه پروپاگاندای اخوانی و اطلاعات نادرست خوانده‌اند انتقاد کردند. اسرائیل حداقل 3 هفته دیگر به حملات علیه ایران ادامه می‌دهد. به گزارش جروزالم پست، سخنگوی ارتش اسرائیل سرتیپ افی دفرین روز یکشنبه اعلام کرد که اسرائیل حداقل تا 3 هفته آینده به حملات هوایی علیه ایران ادامه خواهد داد. دفرین گفت: ما هزاران هدف پیش رو داریم و با هماهنگی متحدان آمریکایی آماده ایم. برنامه‌های ما حداقل تا تعطیلات یهودی عید فسح حدود 3 هفته دیگر ادامه خواهد داشت. او افزود: حتی پس از آن نیز برنامه‌های عمیق‌تری در دستور کار داریم. این بیانیه در حالی منتشر شد که کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، پیشبینی کرد عملیات آمریکا علیه ایران ظرف چند هفته آینده پایان خواهد یافت. رایت گفت: این درگیری قطعاً طی چند هفته آینده به پایان می‌رسد. می‌تواند زودتر از آن هم باشد. پس از آن شاهد افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود. روز شنبه نیروی هوایی اسرائیل از تکمیل موفقیت آمیز 400مین موج حملات خود به ایران در چارچوب عملیات اورش شیران خبر داد. اهداف این عملیات شامل ذخایر موشکی و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. طبق اطلاعات ارتش اسرائیل تاکنون بیش از 6000 عضو سپاه پاسداران در این عملیات کشته و حدود 15000 نفر زخمی شدند. همچنین اداره اطلاعات ارتش اسرائیل آمان اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در 28 فوریه بیش از 10,000 مهمات پرتاب شده است. آمان افزود که اهداف این عملیات فراتر از تأسیسات نظامی ایران رفته و اکنون صنایع دفاعی و زیرساخت‌های امنیتی را نیز شامل می شود. این حملات با ارتش ایالات متحده هماهنگ است که همزمان عملیاتی تحت عنوان خشم حماسی علیه ایران انجام می دهد.